برخی کارشناسان پیش بینی میکنند که در تاجیکستان میتواند بالاخره نقشه سال گذشته به تأخیر افتاده انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی عملی گردانده شود. رجب میرزا بر این است که انتقال قدرت در تیر ماه سال 2021 بعد تجلیل جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان صورت بگیرد. اما ارشاد سلیمانی اجرای این نقشه انتقال قدرت را در سال 2022 که امامعلی رحمان به سن 70 میرسد قابل اجرا میداند. با این حال کارشناسان برای تاجیکستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس و بحران اقتصادی یک سال وزنین را برای تاجیکستان پیش بینی میکنند. منتقدان در واقع بسیارتر میشوند، خصوصا در پس منظره نارسایی برق و بالا رفتن نرخ محصولات. منطقاً بد شدن وضع میتواند به پیدایش مخالفان پنهانکار و سخت تاب دادن مروت‌ها از سوی مقامات با بهانه مبارزه با افراطگرایی بیاورد. تخمین زده است در صحبت با رادیو آزادی یک سیاستشناس مستقل از دوشنبه که نخواست نامش برده شود. به نظر می رسد که سال 2021 برای تاجیکستان سال آزمایش های سخت خواهد بود. در این سال تاجیکستان مستقل 30 ساله می شود. حکومت وعده داده است که تا روز تجلیل 30 سالگی استقلال دهها انشاءات زیربنایی می سازد و جایهای نو کاری می آفرد.